درود و ارادت، امیدوارم حالتون هم خوب باشه. میخوایم با همدیگه در مورد آدا حرف بزنیم. رمزارز شبکه کاردانو یکی از اسمارت کانترکت ها و قرارداد هوشمندی های قدیمی مارکت که همیشه توی رنک 10 تا 15 تا اول سعی کرده خودش رو حفظ بکنه، از محبوبای بازاره. توی تحلیل قبلی هم خیلی به این موضوعات اشاره کردیم و الان هم میبینیم که در چه قیمت جذابی روی محدوده 18 سنت قرار داره. آیا باید خرید بکنیم یا باید صبر بیشتری رو انجام بدیم و صبر بیشتری بکنیم؟ نکته ای که تا آخر این تحلیل به نتیجه خواهیم رسید با هم دیگه. خب کاردانو توی تایم فریم هفتگی من توی تحلیل قبلی از 2 تا نقطه مهم برای حمایتش صحبت کردم، یعنی 2431 و 1577 که به جفتش رسیده. 2431 که اصلا شکسته و رو به پایین حرکت کرده و الان هم به محدوده 1577 رسیده. فکر میکنم که روند نزولیش ادامه دار خواهد بود، چرا که مومنتوم شکست 2431، این کندل قدرتمندی که اینجا ما ازش توی تایم هفتگی میبینیم، بسیار بسیار زیاد بوده و فعلا خبری از بازگشت و حرکت رو به بالاش نیست. مثل همیشه یکی از فاکتورهایی که چک میکنیم توی تایم بالا ابر ایچیموکو و بررسی مومنتوم روند به کمک اندیکاتور ایچیموکو هستش که میبینید چقدر فاصله گرفته از محدوده ابر کومو و چقدر مومنتوم ریزشی قوی داره. من فکر میکنم که ابر کومو ما که اینجا یک ابر نزولی بوده تا این ناحیه، احتمال حرکت مجددی و ساختن این لگ دوم نزولی رو داره که میتونه منجر بشه به حرکت ریزشی بیشتر آدا و تارگت های قیمتی به ترتیب هولوش 9 سنت و همچنین پایینتر روی محدوده 6 سنت اعداد جذابی هستن که میتونید در خریدش اقدام بکنید. کما اینکه با توجه به حرکت ریزشی بازار کلا پیشنهاد خریدی به جز پروژه بزرگ مثل اتریوم نمی کنیم، ولی به هر حال دوستداران اتریوم روی محدوده 9 سنت و روی محدوده 6 سنت میتونن منتظر این باشن که بخوان آدا رو بخرن. پس حرکت نزولیمون توی تایم فریم هفتگی ادامه داره. اما توی تایم فریم روزانه یا همون 24 ساعته ببینیم که از چه قدرتی برخورداره. بعد از برخوردش محدوده 14-15 سنت تونسته حرکت صعودی داشته باشه، یا واگرای مثبت صعودی رو توی RSI از خودش نشون داده و داره زور میزنه که بره بالا. اما اینجا حالا فارغ از این منطقه حمایتی قبلی که بود، ما یک محدوده عرضه خیلی خیلی قدرتمندی رو روی 22 سنت برای آدا شاهدش هستیم که نهایت رشد آدا رو و نهایت حرکت صعودی آدا رو من تا همین نقطه 22 سنت، یعنی هولوش 15% 20% بیشتر نمیبینم که اون هم فعلا با توجه به مومنتوم نزولی مارکت و مومنتوم ریزشی بازار موافق گرفتن پوزیشن لانگ روش نیستم. علاوه بر اون و فارغ از این موضوع که موافق گرفتن پوزیشن لانگ نیستم، اما توی تایم 1 ساعته و 4 ساعته ما شاهد یک حرکت فیک و شکست فیک رو به بالا از آدا بودیم که یه سطح عرضه تایم پایینتر، یعنی تایم 1 ساعته و 4 ساعته رو تونسته بالا بشکنه، ولی خب خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنید برگشته داخلش و الان داره مومنتوم ریزش نشون میده. پس اونایی که دنبال پوزیشن رو در واقع معامله باز روی آدا هستن توی تایم های پایین مثل 1 ساعته و 4 ساعته، به نظر من شاید یک پوزیشن شورت خوب تا محدوده کف 15 رو داشته باشه و حتی 14 و یه ریسک ریوارد خوبم بهمون بده دیگه. حالا نمیدونم که بچه‌ها این تحلیل رو کی براتون منتشر میکنن، ولی این پوزیشن هدیه من به شما که ایشالله ازش استفاده بکنید. آره تقریبا ریسک ریوارد 1.5 من بهمون میده. پوزیشن امن و ایمن هستش برای ورود و میتونید این معامله رو هم مد نظر داشته باشید. اما میگم باز هم توی تایم‌های بالاتر مثل روزانه و هفتگی هیچ خبری از صعود و حرکت صعودی برای خرید و هولد میان مدت و بالا مدت آدا نیست و فعلا بهترین راهکار اینه که صبر بکنید و توی این مسیر نزولی هم میتونید از پوزیشن ها و معاملات شورت استفاده بکنید، یا اگر کمتر وقت دارید برای بررسی و رصد بازار، ما کنارتون هستیم توی 2x کلاب سرمایه دیجیتال توی تلگرام و میتونیم بهتون کمک بکنیم برای اینکه موقعیت‌های چه ریزشی چه سودی بازار رو از دست ندید و انشالله حساب سودده و تبدیل به یک تریدر موفق و سودده بشید. موفق و مؤید باشید. خوشحال میشم اگر نظری دارید یا عرض درخواستی برای تحلیل دارید از طریق کامنت ها برامون یادداشت بکنید.